سلام دوستان، به یک ویدیو آموزشی دیگه از کانال کد نرد خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو ما قراره که یه همچین فرم ورود و عضویتی رو درست بکنیم با HTML و CSS. این فرم قراره ریسپانسیو باشه، رو تمام نسخه ها به بهترین شکل ممکن نمایش داده بشه. قراره با هم این نکات رو بریم کار کنیم. خواهشی که ازتون دارم اینی که اگه کانال منو سابسکرایب نکردین دکمه سابسکرایب رو حتما بزنید، زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید که ویدیوی جدید میذارم یوتیوب به شما نمایش بده. پیج اینستاگرام من و کانال تلگرام من رو هم در نظر داشته باشید، اونجا هم کلی نکات آموزشی میذارم که خیلی بهتون میتونه کمک بکنه. خب برای اینکه ما بتونیم این فرممون رو پیاده سازی بکنیم، ادیتور خودم باز میکنم، یه فایل HTML دارم، یه فایل CSS که فایل CSS خودم رو توی فایل HTML لینکش رو قرار دادم. شما با توجه به فولدر بندی خودتون باید این کار رو بکنید. خب من میام توی تگ بادی و شروع میکنم به کد نویسی. اول از همه یک دیوی درست میکنم با کلاس رپر. من همیشه همین کار میکنم، یعنی به جای اینکه خیلی از استایل ها رو به بادی بدم، سعی میکنم به این رپرم بدم که بادی تا جای ممکن ترتمیز باقی بمونه. خب توی این رپر من ما یک فرمی رو داریم، فرم باکس ماست در اصل، باکسی رو داریم که توی این باکس یک فرمی قرار گرفته در اصل. خب من اینجا پس یک کلاسی دارم تحت عنوان فرم داش باکس و قراره توی این فرم باکس اون محتوایی که مد نظرمه قرار بگیره. قبل از اینکه بریم روی مرورگر ببینیم، اول بریم تو استایل ها. ما به بادی باید یک سری استایل های مشخص بدیم دیگه. مثلا بگیم که مارجینمون 0، پدینگمون 0، بک‌گراندمون هم سفیده. خب این فعلا ابتدای کار ماست. همونطور که توی این تصویر میبینید دوستان، این فرم باکس ما دقیقاً وسط مرورگر قرار گرفته. یعنی مرورگر ما اسکرول هم حتی نمیشه، هر چی که هست همین باکس هست که اونم وسط، بالا و پایین مشخصه، اندازش چپ و راستش هم دقیقاً همه چیز سنتره. ما اینو به چند روش میتونیم پیاده سازی بکنیم. میتونیم از پوزیشن استفاده کنیم، میتونیم از گرید سیستم استفاده کنیم و از فلکس باکس. من از سیستم فلکس استفاده میکنم اینجور مواقع. خب پس خیلی هم خوب. میام اینجا رو ببینید، من این کلاس رپری که دادم اینجا به درد من میخوره. میام بنویسم رپر. کاری که میخوام انجام بدم اینه، میخوام بگم که آقا عرض من تمام صفحه رو بپوشونه، پس میشه وید 100%. هیتم اینجا رو ببینید بچه‌ها، میخوام هیتم به اندازه کل این صفحه مرورگرم باشه، یعنی از این بالا تا این پایین، اسکرول هم نخوره. پس اینجا من میتونم بگم که هیت من باشه 100 VH. ببینید 100% فایده نداره، 100 VH اینجاست که نشون میدیم که ارتفاع صفحه‌مون متناسب با مرورگرمون باشه. خب تا اینجا اوکی. میخوام این باکس فرم من گفتم وسط قرار بگیره دیگه، پس من از دیسپلی فلکس استفاده میکنم. بعد میگم الاین آیتمز من سنتر باشه، جاستیفای کانتنت هم سنتر باشه. هر آن چیزی که الان توی این رپر قرار بگیره دقیقاً وسط صفحه واقع میشه. و چون من فقط یه المان دارم، اونم همین فرم باکسمه، دقیقاً به اون خواسته خودم میرسم. این فرم باکس من چیا داره؟ همونطور که میبینید یک لوگو اینجا داره، فرم ما اینجا شروع میشه، یه اینپوت ایمیل داریم، اینپوت پسورد داریم، اینپوت چک باکس داریم، باتن داریم و در آخر هم یه دونه لینک داریم اینجا. خب اوکی. همونطور که میبینید همشون هم زیر هم قرار گرفتن. بریم پیاده سازی کنیم ببینیم چجوری میشه. این فرم باکس من، یه فرمی ما اینجا داریم که خب فعلا به اکشنش نیازی نیست چون بک اندی در کار نیستش. خب این فرم من چیا داره؟ گفتم همونطور که دیدیم یه دونه ایمیل دارم من، یه دونه پسورد دارم، یه دونه چک باکس دارم، یه دونه چی بود زدم؟ یه دونه باتن دارم و در انتها هم یک لینک بود که اون لینک رو میتونم خارج از فرم قرار بدم، فرقی نمیکنه. حالا من توی فرم قرار میدم، اشکالی نداره، فقط برای اینکه اینا زیر هم باشن ببینیم چیه. لینک. خب ایمیل من برای اینکه بتونم اینپوتامو درست کنم، چون اگه توی تصویر دیده باشید من یه لیبل این بالا دارم، یه دونه اینپوت این پایین دارم، پس دو تا المان دارم دیگه. اوکی، پس یک دیوی رو در نظر میگیرم، اسم به این یه کلاس میدم، اسمش میذارم input dash group، یعنی گروهی که توش این چیزای مربوط به اینپوت من قرار میگیره. یه لیبل دارم که این لیبل من نوشته بود ایمیل، این فورش هم میام روی ایمیل قرار میدم
و میام این ته یه اینپوت میذارم. اینپوت من تایپش ایمیله و چون که اینور فور دادم اینور یه آیدی میدم، اسمش هم همون ایمیل باید باشه، جفتش یکی. یه پلیس هولدر هم داشت که میگم ایمیل ادرس مثلا 3 نقطه. خب برای پسوردم هم فعلا همین رو کپی میکنم برای اینکه وقتی ویدیو گرفته نشه. اینجا به جای ایمیل میزنم پسورد. اینجا فور داریم، پسورد، کپی میکنم پسورد رو. تایپ پسورد داریم، آیدی مون هم باید پسورد باشه، یعنی چیزی که اینجا در نظر میگیریم فور هم باید متناسب با همین آیدیه باشه. پسورد 3 نقطه، اینم به عنوان پلیس هولدرش. اوکی. یه چک باکس داریم. چک باکس من اینجوری نیست که زیر هم باشه بچه‌ها، یه اینلاینه. خب پس من برای این چک باکس هم میام دوباره یه دونه از همینا رو کپی میکنم. اینجا لیبل من چیه؟ remember me. این remember me رو می نویسم remember me، درسته؟ این میشه مثلا چک باکسمون. تایپ من چک باکسه، پس آیدی من همون چک باکس میذارم. پلیس هولدر هم ندارم. یه باتن هم داشتم که این باتن روش چی نوشته بود؟ ساین این. اوکی، یه باتن دارم من که این باتن من فعلا تایپش چون داریم فرانت اند کار میکنیم دیگه نیازی نیست سابمیت باشه، من روی همین باتن میذارم. بعداً بک اند کارمون اگر اومد روش کار بکنه خودش بذاره روی سابمیت. اینجا می‌نویسم ساین این. اینم باتن ما. یه لینک هم داشتیم دیگه، نوشته بود forgot your password که ما همین رو می‌نویسیم. یه لینکی داریم، hrefمون فعلا هشتگ خالیه forgot your password. خب اینم از محتوای فرممون، درسته؟ خب دوستان مسئله‌ای که وجود داره این که حالا ما باید به چند تا نکته دقت بکنیم. یکی این که این بذارید اول از این لوگو شروع بکنم که خورده خورده بریم جلو زیاد نشه. من بالای فرمم یه دونه لوگو داشتم دیگه، درسته؟ اینجا می‌نویسم لوگو. این لوگوی من، این پایینم بزنم فرم. من خیلی همیشه به این کامنت گذاری‌ها اعتقاد دارم بچه‌ها. از همین الان سعی کنید یاد بگیرید، تو پروژه تیمی خیلی به دردتون میخوره. من برای لوگو فعلا چون عکسی ندارم از یه متن میخوام استفاده کنم. می‌نویسم اینجا لوگو، درسته؟ حالا میام به این لوگوی کلاس بدم. قبلش یه فرم باکس داشتم دیگه، هر آن چیزی که تو این مستطیل بنفش ما قرار داره این فرم باکس ماست. ببینید تمام این آیتم ها زیر هم قرار گرفتن تو یک ستون، درسته؟ پس یعنی چی؟ یعنی که ما ابتدای به امر متوجه میشیم که فرم باکس ما دیسپلیش از نوع فلکسه و فلکس دایرکشنش هم از نوع کالمه، یعنی ستونی زیر هم قرار گرفتن. همین یه مورد باعث میشه هر آن چیزی که ما اینجا قرار دادیم زیر هم قرار گرفته باشه. من اینجا یه ریفرش میکنم صفحه‌مو، ببینید اولا همه چی وسط صفحه قرار گرفته. ببینید تو اون رپر ما گفته بودیم همه چی وسط قرار بگیره، همه چی وسط قرار گرفته. بعدم تو این باکس ما دوباره همه چی زیر هم قرار گرفته. خیلی هم عالی. پس یعنی تا اینجای کار ما اوکی کردیم. بریم این رنگ این باکسمون رو درست کنیم. خب همونطور که توی تصویر می‌بینید بک‌گراند ما یک بک‌گراند گرادینت هستش که از سمت چپ شروع شده رفته به سمت راست که یه رنگش از بنفش روشن تبدیل شده به بنفش تیره. همین رو ما می‌خوایم پیاده سازی کنیم، بعد از بک‌گراند لینیر گرادینت استفاده کنیم. یعنی این چیزی که الان توی تصویر دارید می‌بینید، بک‌گراند گذاشتم از نوع لینیر گرادینت، بعد توی محتواش اومدم اینا رو قرار دادم. یکی گفتم که تو رایت، یعنی از سمت چپ به سمت راست حرکت بکنه. از سمت چپش چی باشه؟ این رنگ بنفش روشن باشه، به سمت راستش این بنفش تیره باشه. خب بریم نگاه بکنیم ببینیم چه شکلی شد توی طرح خودمون. بنفش روشن به سمت راست، بنفش تیره. حالا میخوام راجع به ارزها صحبت کنم. یه ارز بهش میدم مثلا 500 px، ولی از اونجایی که ما میخوایم ریسپانسیو باشه و تو تمام نسخه های موبایل و تبلت و اینو خوب کار بکنه، من یه مکس ویدم بهش میدم. میگم یعنی چی؟ یعنی آقا هر سایزی که بود دیگه مکسش ماکسیمومش 100% باشه، اندازه خود اون صفحه رو بگیره، از صفحه نزنه بیرون، نمیدونم اسکرول نخوره صفحه من، همه چی در حد همین 100% باشه. این نگاه میکنم ببینم آیا ارز 500 خوبه براش؟ بله خوبه تقریبا. خب میریم برای
موارد دیگه، مثلا یه پدینگ من میگم از هر 4 طرف به اندازه 30 پیکسل فاصله داشته باشه و میخوام دورش هم گردالی باشه، یه جورایی برد ردیوس بهش میدم در حد 15 پیکسل. نگاه بکنین، هم پدینگ اعمال شد، هم دورش گردالی شد، همون 500 پیکسل ما اوکی بود. خب مسئله دیگه، همونطور که میبینید اینا همه اومدن سمت چپ، ولی توی طرح من همه چی وسط قرار گرفته. اوکی، align items center، یعنی همه چی زیر هم وسط قرار بگیره. ببینیم همه چی زیر هم وسط قرار گرفت. خب نکته بعدی، این لوگو رو بریم درستش بکنیم. برای این لوگو ما یک فرم باکسی داریم که یه اسپند داره. به این اسپند یه کلاس میدم، میگم فرم لوگو. این فرم لوگو رو کپی میکنم، میارم اینجا توی CSS هم، میگم که کالرش وایت باشه، سفید باشه. تکست مثلا میخوام فونت سایزش مثلا 40 پیکسل باشه، از بالا و پایین هم 20 پیکس فاصله داشته باشه، چپ و راست هیچ فاصله نداشته باشه. بچه‌ها وقتی مارجین اینجوری می‌نویسین یعنی بالا و پایین 20 پیکسل، چپ و راست 0 پیکسل. اینو داره میگه، در از حواستون باشه. خب یه ریفرش میکنم. خب خوبه، لوگوی تقریبا اوکیه. بریم سراغ این فرمی که اینجا داریم. ببینید بچه‌ها فرم اینلاین شده، در صورتی که تو طرح اصلی لیبل‌ها و اینپوت‌ها زیر هم قرار گرفتن. اما یه خوبی که کار من داشت این بود که وقتی می‌خواستم کد بزنم، تمام این لیبل‌ها و اینپوت‌ها رو توی دیوی قرار دادم با کلاس input dash group. حالا این اجازه رو من دارم که هر کاری دلم می‌خواد با این بکنم. پس میام اینجا می‌نویسم input dash group. حالا می‌خوام بهش استایل بدم. چی میگم آقا می‌خوام زیر هم باشه دیگه. پس از دیسپلی فلکس استفاده می‌کنم. از چه دایرکشنی؟ دایرکشن کالم. این باعث میشه که همه چیز زیر هم قرار بگیره. ببینید الان ایمیل مثلا خب لیبل و اینپوت زیر هم قرار گرفت، ولی اینجا رو ببینید، دو تا نکته. این چک باکس منو ببینید، اولا این زیر هم نبود، این لاین بود. دوما من میخوام یه حرکت دیگه هم انجام بدم. اول بذارین این قضیه این لاینش رو درست بکنم. این نکته، ما 3 تا دیو داریم با کلاس اینپوت گروپ. دو تای اولی لیبل و اینپوت فیلدن که زیر هم قرار میگیرن اینها، ولی این سومی این لاینه که توی یه خط قرار میگیره. ما چی جوری بیایم اینو به CSS حالی بکنیم؟ چند تا راه داریم. یکیش اینی که بیایم بگیم که آقا مثلا یه کلاس دیگه به این بدیم و به اون کلاس دومی یه سری استایل دیگه بدیم، که خب خیلی‌ها تو فرانت اند این کارو میکنن. من میخوام یه راه حرفه‌ای‌تر بهتون یاد بدم. مگه من اینجا نگفتم اینپوت گروپ ما فلکس دایرکشنش کالم باشه، یعنی همه زیر هم باشن؟ پس یه کار دیگه میتونم انجام بدم. میتونم بیام بگم که آقا اینپوت گروپ ما همشون دایرکشنشون کالم باشه، خب بجز اون مورد آخرش last of type. این چیزی که من اینجا نوشتم یعنی چی؟ مقایسهش کنیم با این بالایه. این بالایه میگه هر جا اینپوت داش گروپ دیدیم این دوتا رو بهش بده. این پایینیه میگه آقا جون به اینپوت داش گروپ ها هر چی دوست داشتی بده، اما اون آخریه چیزی نگیره. اوکی، پس یعنی من اگر بیام بگم فلکس دایرکشن من اینجا اینجوری قرار بگیره و اینم پاک بکنم، یه کد ترتمیز نوشتم. پس اینپوت گروپ های من همشون دیسپلیشون فلکسه، تا اینجا اوکی، خیلی خوبه. اما اون دوتای اولی یعنی اینها فلکس دایرکشنشون کالم باشه، اما last of type یعنی آخریه، تایپی که همون اینپوت گروپه ولی آخریه، لاست. این فلکس دایرکشنش کالم نباشه، این لاین باشه. من میام اینجا یه ریفرش میکنم، دقیقاً همین شد. ایمیل من زیر همه، پسورد من زیر همه، اما این ریممبر می من شد این لاین و همه توی یه خط قرار گرفت. دقیقاً همون چیزی بود که من میخواستم دیگه. احسنت. حالا اگر مثلا فرض کنید اینجا من میخوام بین تمام این اینپوت گروپ ها یه فاصله بدم، یه مارجین بدم دیگه. مارجین رو به کدوم که از این دو تا بدم؟ به این اولیه، چون دیگه همشون میخوام بگیرن. یعنی مثلا مارجین از بالا و پایین 10 پی ایکس، از چپ و راست هیچی. خب الان هر ستای این اینپوت گروپ های من باید این مارجین رو گرفته باشن. دقیقاً همینطورم شد. حالا بریم ببینیم یکم خوشکلاسی رو نشون کنیم. لیبل ها سفیدن، کوچیکن. این اینپوت های ما هم بیرنگن، شفافن، ببخشید. خب من میگم که اینپوت های ما اینپوت داش گروپ
یه لیبلی دارن دیگه. این لیبل ها رو میخوام بهشون استایل بدم. میگم که کالرشون وایت باشه. من انقدر با تیلوین سی اس اس کار کردم که همش این کلاسای تیلوین میاد جلو چشم، بر همین اینا رو بعضی وقتا جابجا می‌نویسم. دیگه شما به بزرگواری خودتون ببخشید. بعد حالا میخوام فونت سایزشو کار کنم. فونت سایز مثلا 12 پیکسل فکر میکنم خوبه. فاصله هم میخوام بدم، مارجین باتمی هم میخوام بدم 10 پی ایکس. بریم نگاه بکنیم. خوبه تقریبا. من چون فونتم با فونت این عکس فرق میکنه دیگه نمیخوام درگیر تغییر فونت بشم، در همین کافیه. مثلا این جای 12 بکنم 14 فکر کنم بهتر باشه. بهتره. خب خوبه. فونتش حالا بعداً خودتون هر فونتی که دوست داشتید بذارید. این اینپوت های من. بریم سراغ این اینپوت ها. دوباره یک نکته بچه‌ها، من اینپوت های اول و دومن، یکیشون ایمیله، یکیشون پسورده که میشه چیزی رو توش نوشت، اما این سوم یه چک باکسه، چیزی نمیشه تو این نوشت. درسته؟ یه روش دیگه هم که از خود تایپ ها استفاده بکنیم. یعنی من میام اینجا میگم که اینپوت گروپ من اینپوت هاشو کار دارم. کدوم اینپوت ها؟ اولین اینپوتی که کار دارم اونیه که تایپش مساوی با ایمیل و همینو کپی میگیرم، میگم دومیش اونی که تایپش مساوی با پسورده. یه بار با هم چک بکنیم چی نوشتم. اینپوت گروپ من اینپوتش یعنی اینها، یکی این یکی این. کدوما؟ یکی اونی که تایپش ایمیله، اونی که تایپش پسورده. پس من اونی که تایپش چک باکس رو نمیخوام، فقط این دوتا بالاییه رو میخوام. حالا اگر مثلا اینجا بنویسم بک‌گراند من رده، فقط برای اینکه تست کنیم ببینیم آیا اعمال میشه یا نه، میام اینجا یه ریفرش میکنم، کاملا درست شد. میبینید دقیقاً همون چیزی که میخواستم شد. خب حالا میام اینجا اون استایلایی که میخوامو میدم. میگم که بوردر نمیخوام، بوردر من 0 باشه. میگم که وید من 100% باشه. هیت من مثلا 40 پی ایکس باشه یا مثلا 50 پی ایکس باشه، یکم بزرگ باشه. یه پدینگ میخوام بدم که از بالا و پایین چپ و راست مثلا 5 پیکسل فاصله باشه. بعد میخوام بگم که بوردر ردیوس داشته باشیم، کناره هاش یکم گردالی باشه، مثلا 5 پی ایکس خوبه. و بعدش هم میخوام بگم که بک‌گراند من یه رنگ خاص داشته باشه. مثلا فرض کنید این رنگی که اینجاست، وی اس کد این خاصیت داره که من اگه بیام روش موسمو نگه دارم میگه میتونی رنگ ها رو انتخاب کنی. من این اوپاسیتیش هم اگر بخوام کم و زیاد کنم باز به من اون چیزی که میخوام و میده. من RGBA میخوام، RGBA هم بهم داد. بریم ببینیم که چطور شد. یه ریفرش میکنم. خب خوبه. فقط یه سری کارا باید انجام بدم. یک، ارتفاع زیاده. بعد طبق عکس یکم شفافتره. پلیس هولدرش هم باید این رنگ تکستش رو تغییر بدم. اوکی، پس این که شفافتره رو موسو میبرم، یکم شفافترش میکنم. این ارتفاع من 50 زیاده، مثلا 40 ممکنه خوب باشه. نگاه کنم. خب خوبه. یکم دیگه کمتر، مثلا 35 دیگه فکر کنم عالی باشه. 35 خیلی خوبه. حالا ببینید بچه‌ها، اگر من اینجا بنویسم کالر، میخوام تکستم رو رنگش رو درست بکنم و بنویسم مثلا وایت. 3 تا F همون وایته. تغییری اعمال نمیشه. این تکستی که اینجا نوشته درست نمیشه، فقط این چیزی که اینجا مینویسم درسته، یعنی این سفید شده. خب ولی من میخوام خود این تکست پلیس هولدرم هم اونم درست بشه. برای این کار توی CSS ما این کار رو میتونیم انجام بدیم. ببینید من همین دوتا رو کپی میکنم چون دوباره بهش نیاز داریم. میارم این پایین. فقط به این چیزایی که این ادامش مینویسم دقت کنید بچه‌ها. من بعد از این تایپ، این براکتی که تموم شده، میام یه 2 نقطه میذارم، مینویسم پلیس هولدر. خب برای پایینی هم همینطور دوباره 2 نقطه پلیس هولدر. حالا اگر استایل بدم پلیس هولدر میگیره. مثلا مینویسم کالر وایت. قبلا یکم تیره بود دیگه، خاکستری بود، الان باید بشه وایت. من ریفرش میکنم، ببینید الان خاکستریه، ریفرش که میکنم وایت میشه. حالا هر رنگی که دوست داشتید میتونید بهش بدید. فقط یک نکته، ما برای اینکه براوزرهای مختلفمون این پلیس هولدر رو بفهمن دوباره مجبوریم یه کد دیگه مشابه بدیم. اینو میارم پایین، کپی میکنم، پیست میکنم. فقط به جای این پلیس هولدری که اینجا هست میام قبلش اینجا مینویسم داش ms داش و دوباره پایین میام میگم که بعد از 2 نقطه داش ms داش. فقط برای اینکه یه سری مرورگرها مثلا با این دوتا کدی که زدیم، مرورگر فایرفاکس و مرورگر اج،
دیگه کامل میفهمن این قضیه رو و دیگه مشکلی توشون به وجود نمیاد. حالا قبلا یه وب کیت هم باید مینوشتیم، الان فکر دیگه نمی‌کنم وب کیت نیاز باشه، ولی اگر حالا مرورگر عرض به حضورتون کرومتونم دیدید این پلیس هولدر رو نخونده، وب کیت هم بهش اضافه کنید، ولی فکر می‌کنم همین دوتا کافی باشه. دوباره یه ریفرش می‌کنم، همه چی اوکیه. عرض به حضورتون که من یکم این فاصله اینپوت گروپ ها رو بیشتر بکنم، مثلا اینو به جای 10 px بکنم 20 px، یکم بهتر شد. این فاصله باعث میشه یکم بهتر خونده بشه. خب بچه‌ها نکته، این چک باکس رو می‌بینید، خود چک باکس پایین تکست بالا، چرا؟ به خاطر اینکه ما اینجا توی لیبل ها گفتیم مارجین باتمش 10 px باشه لیبلمون، درسته؟ پس این مارجینه باعث شده که دیگه توی خط قرار نگیرن. پس من نگاه میکنم، میخوام بگم که آقا این لیبله فقط برای این آخریه به جای مارجین باتم 10 پیکس 0 باشه، درسته؟ یه تکنیکی دیگه میتونم استفاده کنم، میتونم بگم اینپوت گروپ من کدومش last of typeش یعنی آخری، حالا چیش لیبلش. این مدلی که دارم کد میزنم رو ببینید، اینپوت گروپ من آخرین مورد، یعنی آخرین مورد کدوم میشه؟ هم که چک باکس توش بود. حالا چیش لیبلش، دوباره یه فاصله دادم و گفتم لیبلش. چرا؟ چون لیبل یه خط زیرشه دیگه، یعنی توی این قرار داره، چایلدشه، فاصله برای اینکه نشون بدم چایلدشه. حالا چه اتفاقی بیفته؟ میخوام بگم که مارجین باتم نداشته باشه، مارجین باتمش 0 باشه. ببینید الان یکم پایینتر از تکسمونه، ریفرش کنم بعد درست بشه. دقیقاً درست شد، همشون توی خط قرار گرفتن. این نکته دیگه، این چک باکس میخوام بیاد این ور قرار بگیره. خب ما توی اینپوت گروپمون دیسپلیمون فلکس از نوع رو هستش، ولی میخوام بگم دوباره آخری. چجوری میتونم این کار رو انجام بدم؟ میتونم بیام بگم دوباره اینپوت گروپ من last of typeش چی باشه؟ بگم که فلکس دایرکشنش از نوع رو ریورس باشه، یعنی جای برعکس بشه. دوباره اینپوت گروپ من یعنی همه این دیوایی که اینپوت گروپ دارن، last of typeش یعنی این آخریه که چک باکس من توشه. چه اتفاقی بیفته؟ برعکس بشه. الان ببینید این دوتا جاشون برعکسه، حالا میخوام برعکس بشن که درست بشن. ریفرش میکنم، ببینید درست شد. حالا نکته دیگه که وجود داره، باید بچسبه این ته، درسته؟ خب پس من میام چیکار میکنم؟ میگم که justify content من از نوع flex end باشه. ریفرش میکنم، دوباره برمیگرده سر جاش. خب میریم سراغ این باتمه. بچه‌ها ببینید این باتمه و این لینک اومدن کنار هم دیگه قرار گرفتن، در صورتی که هر کدوم از اینا باید کل صفحه رو بپوشونه. با در نظر گرفتن این نکته میرم سراغ ادامه کار. میگم که یک کلاس به این میدم، کلاس form-btn. form-btn من وید 100% داشته باشه، هیتش مثلا باشه 40 px، بک‌گراندش مثلا سبز باشه. حالا اینکه چه نوع سبزی باشه میتونم از اینجا پیدا بکنم، مثلا فرض کنید یه همچین سبزی باشه. بریم ببینیم که اصلا ببخشید یه حالت مثل فیروزه‌ایه. حالا این فیروزه‌ایه رو من باید اینجوری پیداش بکنم. فکر میکنم مثلا یه همچین چیزی باشه. حالا سخت نگیرین دیگه فعلا. عرض به حضورتون یه مارجین بالا پایین بهش میدم، میگم از بالا و پایین 20 پیکسل فاصله داشته باشه، چپ و راست هیچی، گوشه هاش یکم گردلی باشه، بوردر ردیوس بهش میدم در حد مثلا 7 پیکسل. دیگه چیا داره؟ یه تکستی داره که کوچیکه و سفیده. خب این فونت سایزش مثلا باشه 14 پیکسل و کالرش هم باشه وایت. خب نگاه میکنم، میرم تو طرح خودم، ریفرش میکنم. خب این باتنه اومد، فقط باید بوردرش رو بردارم. بوردرش رو هم میذارم 0. خب اینم اوکی شد. و حالا این لینکه که اینجاست، این لینکه یه لینک سفید رنگی که وسط قرار گرفته. میتونم این ای خودم رو بردارم توی یک دیو بذارم. به این دیو یه کلاس میدم تحت عنوان لینک مثلا باکس. بعد اینجا بیام بگم که لینک باکس من ارزش 100% و از بالا و پایین هم یه مارجین بهش میدم در حد مثلا 10 پیکس و میگم تکست سنتر باشه، تکست الاین سنتر، یعنی متن من قشنگ وسط قرار بگیره. و بعد میگم که لینک باکس من یه تگ A توش داشت دیگه، کالرش سفید باشه، فونت سایزش 15 px باشه. بریم ببینیم چه شکلی شد.
آندرلاین هم نداشته باشه، این تکست دکوریشنش نان باشه. من میام اینجا فرم باکس، یک فرمی توش داشت دیگه، این فرم رو میدم وید 100%، ریفرش میکنم، درست شد. تا همین چند لحظه پیش این چک باکس من درست بود، چرا به هم ریخت؟ قضیهش چیه؟ بیاین بهتون بگم. ببینید بچه‌ها، یادتونه گفتم اینپوت گروپ من یه چیزی داره تحت عنوان last of type. تایپ اینپوت گروپ من اینجا الان چیه؟ دیو دیگه، درسته؟ چون من اون بالا 3 تا دیو داشتم و پایینش هم یه باتن داشتم، اوکی بود. ولی اگه یادتون باشه من اومدم اینجا یه دیو درست کردم، مخصوصا می‌خواستم همه چی به هم بریزه که شما ببینید. یه دیو درست کردم، این لینکمو تو این دیو قرار دادم. حالا این دیو من میشه لاست آف تایپ من، چون تایپ من دیگه دیو دیگه مثل این هاست، برای همین به هم خورد. من الان برای اینکه یک بار دیگه نشونتون بدم این دیو رو پاک میکنم، فقط همین لینک رو میذارم، ببینید درست شد. پس نکته‌ای که یاد گرفتیم، یا این last of type رو باید درستش بکنیم، یعنی بذاریم یه چیز دیگه، مثلا اگه توی طراحیمون یه چیزی داریم که چایلده، مثلا last child بذاریم، یا این که این پایین لینک باکسمون رو تو دیو قرار ندیم، درسته؟ مثلا من میام این کلاس لینک باکس رو برمیدارم، میدم به همین تگ خودم، این دوتا دیو بالا و پایینش رو پاک میکنم. الان دیگه اینپوت گروپ من لاست آف تایپش همین دیوه دیگه. بعد از اینا ما چیزی به اسم دیو نداریم، یه باتن داریم یه ای داریم. خب پس اگر من بیام این پایین به جای این چیزی که اینجا داشتم اینو بردارم، لینک باکس دیگه ندارم دیگه، اینجا یه لینک باکس دارم که همون تگ ای خود منه، کالر و اینا رو همه چی بهش بدم، یه تکست الاین سنتر هم بهش بدم که وسط قرار بگیره. الان ریفرش بکنم، یه دیسپلی بلاک هم بهش میدم، ریفرش بکنم، همه چی وسط قرار گرفت و این چک باکس من هم درست شد. ببینید به همین خوشگلی ما دیباگ کردیم. فقط نکته آخر، یه همچین داستانی میبینید، ببینید این بنفش باکس من یه چیز سبز رنگی هم کنارشه، این بوردر نیست بچه، این باکس شادوه. این باکس شادو هم بریم یاد بگیریم. اینجا باکس شادو چجوری درست میشه. یه فرم باکس داشتم دیگه، میرم فرم باکس خودمو پیدا میکنم، فرم باکس اینجا. الان من باید به این باکس شادو بدم، میگم باکس در شادو، ببینیم که درست از آب در میاد یا خیر. ریفرش میکنم، دقیقاً همونطور شد. 10 px گفتم بره از چپ و راست تغییر بکنه، از بالا و پایین بهش مشخص کردم چقدر، شفافیتشو، اون بلر بودنشو، همه چیشو، ببینم رنگ آخرش. پس این فرم ما درست از آب در اومد. اگر این آموزش دوست داشتید حتما این ویدیو رو لایک بکنید، برام کامنت بذارید، کانال یوتیوب منو حتما سابسکرایب کنید دوستان، نکات خیلی خوبیه بهتون آموزش میدم. پیج اینستاگرام و کانال تلگرام من رو هم اونجا همراه من باشید. تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.